از خوندن نماز رسیدن به مرتبه خداشناسیه. اساساً اگر یه انسانی میخواد دین خودش رو محک بزنه، ببینید چقدر متدینه، یه انسانی بخواد خداشناسی خودش رو محک بزنه، ببینه واقعاً در زمره خداشناسان و موحدان قرار داره یا نداره، به وسیله نماز خودش رو امتحان کنه، ببیند که آیا دلبستگی او به نماز چقدره، دلدادگی او به نماز چقدره، آیا وقتی که نماز او داره تمام میشه خوشحال میشه که بره سراغ کارهای دیگرش، یا اینکه نه وقتی نماز او تمام میشه افسوس بخورد که از اینکه راز و نیاز من با خدا تمام شد و نمیدانم که دیگه آیا موفق به این راز و نیاز هستم یا نیستم. نماز بهترین وسیله برای این است که انسان مرتبه توحید و مراتب توحید رو در خودش ببینه. اون مراتبی که بزرگان برای توحید گفتن، توحید ذاتی، توحید صفات، توحید اسما، توحید افعالی، تمام اینها رو این انسان در نماز میتونه محک بزنه و بررسی بکنه. غایت نماز این است که انسان منقطع از همه امور دنیا بشه و جمال مطلق حق رو شهود بکنه. برای این نماز یک سری امور ظاهری و شرایط ظاهری و احکام ظاهری و امور سطحی وجود داره که به حسب ظاهر انسان باید رعایت بکنه، از قبیل گرفتن وضو، رعایت ارکان نماز، شرایط نماز، که این به عنوان نازلترین شرایط نماز مطرحه. اما علماء بزرگ اخلاق و عرفاء ما تصریح کردند به این که اون چه که در موارد دیگر به عنوان جهاد اکبر حساب میشه که جهاد با نفسه، در عبادت با خداوند تبارک و تعالی جهاد اوسط او، یعنی بعد از رعایت این مراتب ظاهری در نماز انسان نوبت میرسد به این که جهاد مستمر با نفس خودش داشته باشه، مبارزه با نفس، زدودن شهوات از نفس، از بین بردن آلودگی ها و غفلت و تاریکی ها، و یعنی اون چه که غیر خداست انسان از نفس خودش دور کنه، که کار بسیار بسیار مشکل و شاید برای امثال ماها محال باشه. اما اون چه که هست این است که جهاد اکبر یک مرتبه بالاتری است از این جهاد مستمر با نفس. اون جایی است که انسان عقل خودش رو و درک خودش رو و علم خودش رو کنار بذاره و اون چه که هست ایمان محض و عشق محض به حق تبارک و تعالی باشه. نگوید من چون عالمم به این که خدا به من امر کرده دارم نماز میخونم، که اون یه مرحله‌ای هست، مرحله خوبی هم هست. بگوید من چون عاشق راز و نیاز با خدا هستم و ایمان کامل دارم به اون خدای تبارک و تعالی، بخوام مناجات با او بکنم، که از این تعبیر میکنن به غلبه ایمان بر عقل، غلبه عشق بر عقل. انسان با اون باور باطنی و اون ایمان قلبی که داره، با اون حالت در برابر خداوند تبارک و تعالی بایسته. نماز یک نیاز ضروری یک انسان عاشق نسبت به حق تبارک و تعالی است. چرا سفارش شده که هر وقت انسان مشکلی پیدا کرد، ولو مشکل ترین امور عالم، 2 رکعت نماز بخوانه، با اون 2 رکعت نماز ارتباط وثیق و عمیق با حق تبارک و تعالی پیدا میکنه. در روایات این چنین وارد شده که وقتی انسان در نماز با قلب خودش اقبال به حق تبارک و تعالی پیدا میکنه، خداوند هم به او اقبال میکنه، خداوند هم به اون نظر میکنه، خداوند هم همه امور او رو متکفل میشه. در خدا گم شو کمال این است و بس، گم شدن گم کن وصال این است و بس. اگر انسان همه چیز خودش رو در حال نماز خدا و خدا و خدا قرار بده، برای قرب به خدا، برای شهود جمال حق تبارک و تعالی، این نمازی که معراج این انسان میشه، این نمازی که این انسان رو به عروج میبره و وسیله میشود برای عروج او به سوی حق تبارک و تعالی.